ادامه نسترن و حسین رو نمیذارید؟ بله میذارم و شاید هم یک روز بخوام تغییر جنسیت بدم. اصلا من که آمادگی هر هیتی رو دارم. عاشق شدی؟ دوستم بود. با همسر من ویدیو میگیرم انشالله در آینده. من راز چیه؟ رومینا هنوز نفهمیدید واقعی بود؟ چطور این کره بودا؟ سلام بچه‌ها، به چنل خودتون خوش اومدین. من نیاز حسین هستم و قرار است به سوالات شما جواب بدیم، چون خیلی ازم میپرسید که چی شد قرار بود به این سوالات جواب بدیم. به موهام هم دقت نکنید، چرب و چیلیه ولی خب بازم در این حال جذابم. اسم میکنم موهام شبیه شاهرخ خان شده، فقط یه ذره ژولیده وولیده. من موهام موج داره بچه‌ها، دیگه چیزی نمونده که فر حالت باشه دیگه. خب بزن بریم برای سوالای جنجالی شما. قبلش چنل رو سابسکرایب کن، لایک کن و کامنت انگلیسی هم بذار که این به چنلتون خیلی کمک میکنه. مرسی. آها پیداش کردم. اولین سوال، کدوم شهر زندگی میکنی؟ من ساکن کرجم، خانواده‌ام کرج زندگی میکنن، اما برای اینکه تولید محتوا کنم و در کنار محمد امین، اینو بارها گفتم و با محمد امین سعی کنیم کلیپ بگیریم و کنار هم دیگه باشیم، خیلی راحت تره برامون محتوا ساختن. واسه همین بندرعباس خیلی میام، یا حتی میتونم بگم اینجا هم ساکنم، کرجم ساکنم، تهران هم ساکنم، من همه جا زندگی میکنم. پارتنرت اهل سیگار و مشروب باشه واسه اشکال داره؟ 100% اشکال داره، چون من خودم نه سیگار میکشم نه مشروب میخورم و این خط قرمز منه. سلام، خیلی فیلم ها شما خوبه. مرسی عزیز دلم، شما هم خوبین. بدترین هیتی که بهت دادن و واقعا ناراحت شدی چی بوده؟ من اصلا از هیتایی که بهم میدن ناراحت نمیشم. ببین درست آدم این ناراحتی کوچیکی میاد تو قلبش ولی فراموش میکنه، چون بالاخره ما خودمون خواستیم که وارد این فضا بشیم و من که آمادگی هر هیتی رو دارم. فقط تنها هیتی که میتونه ناراحتم کنه این که فوش به خانوادم بدن. خانوادم خط قرمز من و حتی شده جواب طرفم میدم، چه تو کامنت ها باشه چه تو دایرکت باشه یا هر چیزی. همین. بیشتر از خودت رو رومینا بذار. چشم عزیزم. سن خودت و همسرتون رو بگو. همسرم؟ همسرم بنده 22 سالمه، همسرم تازه وارد 26 سالگی شده. دیگه 26 سالشه دیگه، تازه که نه. بعدی میشه دایرکت تو چک کنی؟ چشم، به روی چشمانم عزیزم، به وقتش دونه دونه دایرکت رو چک میکنم و اونایی که باید جواب بدم و میدم حتما. از چه آیتمی توی استرالیا دختر بدت میاد؟ خیلی بخواد تیپش رو پسرونه بکنه، یعنی کاملا شبیه به پسر بشه دیگه. حالا اگه موهاش بلند باشه اونقدر ظاهرش تعریف نمیکنه اوکی، ولی اگه بخواد موهاش هم کوتاه بکنه، استایلش هم کاملا پسرونه بکنه، به نظرم خوب نیست و من دوست ندارم اصلا. عاشق شدی؟ 100%. همه از بچگی تا سنی که الان دارم به نظرم یک بار عاشق شدن. حالت خوبه؟ حالم خوبه. حال هیچ که خوب نیست دیگه، بخیال غمگین میشه فضا. ما فالوورتو چقدر دوست داری؟ به اندازه خانواده‌ام واقعا دوستتون دارم، مخصوصا اونایی که همیشه حمایتم میکنن کنار من و هیچ جوره نمیکشن کنار خودشونو. همتونو مثل خانواده‌ام دوست دارم، جدی میگم اینو، حتی قلبم میگم. با همسرت ویدیو نمیگیری؟ چشم، با همسر من ویدیو میگیرم انشالله در آینده. این عروسی که گرفتی واقعی بود یا الکی بود؟ هنوز نفهمیدید واقعی بود؟ اینقدر طبیعی نمیتونست یعنی واقعی باشه. از استایل بنده، از کتونیای من، از لباس عروسی قدیمی که متعلق به مادرم بود، یعنی واقعا نفهمیدید که واقعی بود. هنوز میگید الکی، معلومه که واقعی بود. والا اصلا داخل کپشن و داخل کامنت ها توضیح ندادم هیچی، شما باور کنید. I don't know. یکی نوشته الکی باکس نذار عزیز دلم. امیدوارم که ویدیو یوتیوب رو ببینی و دیگه نگه الکی باکس نذار. تو که جواب نمیدی، قیافه میگیری فکر میکنی بازیگر معروفی هستی. قیافه نمیگیرم ولی دیگه کسی هستم واسه خودم دیگه، واقعا قیافه نمیگیرم.
اگه دلیل این که الان ناراحتی دایرکتی که جواب ندادم عزیزم، خب طبیعیه. همه میدونن، همه اونایی که با من صحبت میکنن میدونن که من دونه به دونه جواب همه رو میدم. تا اینجای ویدیو اومدی حتما اگر سابسکرایب نکردی برگرد سابسکرایب کن، زنگولم بزن که براتون ویدیویی میذاریم خبرش بیاد و لایک هم بکن و کامنت انگلیسی هم بذار. بریم ادامه ویدیو. پدرتون کجاست؟ پدرم هم در قید حیات هستن، کنارمونن، زندگی میکنن. چرا هیچ وقت از بابات حرف نمیزنی؟ خب اینم یه باکس بعدی. شاید واقعا دوست ندارم صحبت بکنم، شاید مسائل خصوصی تو زندگی هست که نمیشه در موردشون حرف زد. واسه من کل علاقه ندارم که خانواده یا حتی فامیلا رو زیاد وارد فضای کاریم بکنم. دوست دارم این فضا فقط متعلق به خودم باشه. حالا دیگه اگر لزومی باشه نشون میدم. متولد چندی و خانومت چنده؟ بنده متولد 1381 و همسر جانم متولد 1377. رومینا. باکس بعدی. نسبتت با همسرت چی بود؟ دوستای صمیمی و جرقه‌ای که بینشون یهو اتفاق میفته. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. داستان آشنایی با همسرت. دوستم بود آشناییمون. آره دوستم بود دیگه. بعد دوست صمیمی شدی. بعد از دوست صمیمی شدنم با هم دیگه ازدواج کردیم. چقدر خوشگلی. چجوری با خانومه داشته شدی؟ عروسی نمیخوای بگیری؟ من که عروسی گرفتم دیگه. انشالله فیلم های عروسیمون که آماده شد دست فیلمبر داره، اونا هم براتون میذاریم داخل پیج. بعد اصلا کامنت هایی که پست گذاشتیم رو نرید بخونید، نخونید. میشه خودتو معرفی کنی؟ بله به روی چشمانم. نیاز حسین هستم، 22 ساله، از کرج که پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکنم. مادرم از دست دادم و اینکه کار من بلاگری اینفلوئنسری و درآمدم از همینجاست. کار دیگه ای انجام نمیدم، شغل دیگه ای ندارم، چون معتقدم اگر برم به سمت کار دیگه ای از هدف آرزوام دور میشم کاملا. الان بلاگری تنها کاریه که به هدف رویایی که دارم نزدیکه. بازیگری و سینما به شدت علاقه دارم بهش، حتی خارج از کشور. یعنی واقعا ازدواجتون الکی بود؟ اگرم دیگه واقعی هم باشه من دیگه باور نمیکنم. هنر کردی. چرا اینقدر خوب و پر انرژی؟ خیلی ممنونم ازتون. انرژی رو از شما میگیرم، چون اتفاقا چند مدته که انرژیم خیلی اومده پایین‌تر، نمیدونم سر چیه، ولی اوکی میشه. آدم نیستم که بخوام من جا بزنم هیچ وقت. هی داداش وقتی تو نامزد کردی زنت کنارته چی درد و دل کنم، چی بگم؟ هی تو هم رفتی، تو هم داماد شدی، اون از عشقمون، اینم از تو دودا. یعنی ما دیگه توی کاسته بودی یه دونه ستاره هم نداری. چه ربطی داره؟ شما فالووره من اگرم ازدواج کنم هیچ وقت دلیل نمیشه که با شما صحبت نکنم یا بخوام باکستون جواب ندم یا بخوام دایرکتتون جواب ندم. چرا اینجوری فکر میکنید؟ اشتباه فکرتون. شما تو رقص هندی در سریال عروس خیابان فروش بازی کردید؟ آره یا من شباهت دادم؟ بله درسته، خودمم دقیقاً ولاگش هم توی چنل گذاشتم. این ولاگ هستش، حتما برید نگاه کنید. از اول تا آخر عکس، فیلم، پشت صحنه، هر چیزی که هست گذاشتم براتون و توضیح دادم. در واقع ولاگ نیست بچه‌ها، اونم باکسه که اونجا تو سوالات تیکه ولاگ گذاشتم از عروس خیابان فرشته. چیزای خنده‌دار بذار، چشم روی چشم. آره بچه‌ها تو همین کانال یوتیوب هم براتون ادامه دخترمو پسرمو رو بذارم، نصرن حسین یادتون باشه. میدونم خیلی عقب افتاده، واقعا معذرت میخوام از این بابت، و خیلی هم طرفدار زیادی داره این سناریو که هیچ وقت هم قرار نبود ادامه دار باشه و به خاطر عشق و علاقه‌ای که شما بهش نشون دادین این ادامه دار شد و قول میدم ادامه‌ش هم بذارن. از همون جایی که نصرن افتاد بیهوش شد قضیه ادامه داره. چند تا خواهر برادری، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که متولد 1377، خودم که 1381 ام، یه برادرم دارم متولد 1382. هند رفتی تا حالا؟ بله و 1 سالم موندم. اونجا کلاسای بازیگری و مدلینگ میرفتم. اینا فکر کنم چند بار توضیح دادم، حالا شاید فالوور جدید باشی دوباره گفتم. یه عکس از بدنت استوری کن لطفاً. و این شخص یه آقاه که این حرفو زده. داداش تو خیلی عادی هستی ها، ولی یکم دخترانه رفتار میکنی. میدونم عزیزم دیگه،
من آخه دو جنسم واسه همون خیلی علاقه به دختر شدن دارم. شاید هم یک روز بخوام تغییر جنسیت بدم اصلا. آره. چی شده؟ داداش کلیپ و فیلمامو خدایی میبینی دیگه، اینا همش اداه دیگه. بالاخره طنز و الان هزاران میلیارد نفر از این ادا و اطوارا دارن کسب درآمد میکنن، کلیپ میسازن، پیج میزنن، پیجشون میاد بالا، طرفدار پیدا میکنن. اصلا چه دخترون رفتار کردن. خیلی خوب میرقصی. عروسیت الکی بود هنوز نفهم. خدای چقدر میتونه برای شما مهم باشه. واسه همینه دیگه اون بلاگرای عزیزی که زن شوهرن میان داخل اینستا الکی به چرت و پرت از خودشون کلیپ میگیرن میذارن، سری فالو میکنی. واسه همینه دیگه میفهمن راز چیه. راز پول در آوردن از خود شما هست. چجوری متحیلی نمیتونم هضمش کنم، خودم هضمش نمیکنم. عاشق یکی هستم خیلی شبیه بهشی. عکسشو دایرکت بفرست ببینم. به خود اولش بگم ایرانی نیستی، اهل دبی هستی. اقلون و ساخلون از لهجم یعنی یا از فیسم. شاید بخاطر اون کلیپمی که وارد اتاق بشم عربی میرقصم. عکس بچگیت. اینم از عکس بچگی بچه‌ها. داخل پیجم گذاشتم اگه دیده باشید، شاید ندیده باشید. چرا تو زشتی؟ شاید چشات زشته. من زشت می‌بینی. ممکنه. عجیبه. واقعا عجیبه. واقعا داماد شدی؟ دامادی بهم میاد نه؟ میدونم. خوشت اومده؟ نه مرچی. کلیپاتو خیلی خیلی دوست دارم. منم دوست دارم عزیز دلم. بچه‌های خودتن خیلی. این سه تا شنگول منگول و حبه انگور خرزادای منن که واقعا این بچه‌ها هیچ فرقی نمی‌کنن. واقعا این بچه‌ها من با بزرگی شکر کنم آخر میفهمم. چرا پسر عمو رو نمیسازی؟ کلی وقت منتظری گفتم که میسازمش حتما. حیف که خبر ازدواج دروغ بود دیگه. شما فهمیدید که دروغ بود دیگه. کافیه دیگه، تموم شد. ادامه نصرن و حسین رو نمیذاری؟ بله میذارم. واقعا ازدواج کردی؟ خیر نکردم. متأهلی چطوره؟ بسیار عالیه. نمیدونم چرا دندوناتو میبینم یاد دایناسور میافتم. خیلی قشنگه، دندون دوستش دارم. تخریب هم تخریب نکرد. مرسی دندونم. با عشق چند سال دوست بودی؟ 2-3 سال دوست بودم. واقعا اون دختر از ازدواج کردی، ولی ببخشید که گفتم اون دختره چون اسمشو نمیدونم، برای همین گفتم اون دختر. آها یعنی پیجشو که گذاشتم اصلا ندیدی، یا مثلا پستی که با هم دیگه مشترک گذاشتیم نزدی رو پیجش بری بخوای پیجشو ببینی. اون اصلا اون منم باور کردم. به نظر بهترین ویژگی و بدترین ویژگی چیه؟ بهترین ویژگی تو سخت‌ترین شرایط، تو بدترین شرایط، چه ذهنی یا فکری، همه چی. تو بدترین شرایط خوشحال میکنم خودم میزنم به اون راه، انرژی مثبت میکنم. کلا اینو دوست دارم. بدترین ویژگی اینه که یه موقعی لجبازی میکنم با خودخوری میکنم، با کسی صحبت نمیکنم. مثلا کسی تقصیر کار نیست اما همه رو مقصر میدونم تو دلم و اصلا هیچی نمیگم به کسی. مثلا وقتی دیر بیدار میشم بازم میگیرم میخوابم، میگم خب حالا که دیر بیدار شدم کلا میخوابم، تا چند ساعت دیگه هم میخوابم، هیچ کار نمیکنم، به هیچ کاری نمیرسم، خودم لج میکنم. یا حتی شده غذا نخورم یک روز کامل، نهار نخورم، صبحونه نخورم، یا برسم به شام و اینا، با خودم لج میکنم. به نظر این بدترین ویژگی که میتونه باشه. یکی هم نمیشته عزیزای دلمه اون یه نفر. ماه رو دیدی چقدر خوشگله؟ تو از اونم ماهتری و خوشگلتری. ماه تو آسمانم عدد هم نمیتونه در بیاره. عزیز دلمی فدای تو بشم. قصد بچه دار شدن دارین؟ بله، اونم دوقلو. متولد چندی؟ ازدواج کردی یا نه؟ اینا هم که جواب دادم. خب این از این بچه‌ها تموم شد. باکس ها ان شاءالله باز از داخل انبار باکس های قدیمی رو میارم. یه دور باکس دیگه هم هست قدیمیه، ولی باید اون رو حتما جواب بدم که بالاخره جوابشو بدونید دیگه. شما منتظرید، همش هم میپرسید که اون باکس ها چی شد. خیلی خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خیلی دوستتون دارم. کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیسی هم بذارید که خیلی به من انرژی میده. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.